از اینگاه با کرکت سلام، وقت شما بخیر. از ایوان سوری هستم، امیدوارم خوب و خوش باشین، لباس عافیت به تن داشته باشین. تاریخ 23 جون یادتان نره، فراموشتان نشه. 23 جون ما مقابل استرالیا قرار خواهیم گرفت. استرالیایی که 2 بار ما رو به سختی شکست داده و استرالیایی که همیشه سیاست به ورزش ربط داده و همیشه داد از حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان زده و بنابر همین دلایل سریزای خدا با ما لغو کرده. 23 جون بهترین زمان بر انتقام است. به واقع اگر استرالیا حامی حقوق بشر است، باید از حقوق بانوان دفاع میکنه، پس نباید در جام جهانی مقابل ما بازی کنه و 2 امتیاز برش اصلا نباید مهم باشه، چون حامی حقوق بشر است، پس بناهن نباید با ما بازی کنه. 23 جون فراموش نکنین، جز بزرگترین روزهای تاریخ کرکت افغانستان است و انشالله با توجه به شرایط زمین ما مطمئنا استرالیا را انشالله تعالی شکست میدیم.